یکی از هموطنانمون میگن که منم دین باور نیستم، منم نظرات مثلا شادروان کسروی رو قبول دارم، اما تفاوت مثلا نگاه من با شما در این هستش که ایشون میگن که ما خلقت رو هوشمند میدونیم، یعنی این یه هوشی بوده که این رو به وجود آورده، در حالی که شما اون رو زایده تصادف میدونید. هموطن اولمون هم در واقع هدف از استدلال های متعددی که در بحثشون آوردن اینه که بگن نه اون قدم نمیتونه تصادفی باشه، برای اینکه علمم نمیتونه ثابت بکنه این خصلت تصادفی بودن. دقت بکنید، بار دیگه من مجبورم برگردم به این بحثی که قبلا هم توی یکی از برنامه ها گفتم، ولی تا زمانی که این روشن نشه خیلی از این پرسش هایی که هموطنان مطرح میکنن و بحث هایی که میکنن باز در جا میزنه، و اونی که ما گفتیم جهان نگاهی که دین بر اون داره اینه که یه موجود هوشمندی اون رو به وجود آورده، یه موجود هوشمند، یه اراده هوشمند که در مذهب اسم خدا یا چیزی شبیه به اون میگیره که جهان رو خلق کرده و بعد داستان تعریف میکنن در رابطه با خلقت جهان. در 7 روز بوده، 6 روزش اینجوری کرده، روز 7م اونجوری کرده، آسمون رو این کارو کرده، دریا رو این کارو کرده، انسان رو اینجوری کرده. روایتش هم میگن که چه جوری نشسته اینو خلق کرده و این داستان ها. خب بعدم این که اون موجود هوشمند دارای یک اراده هستش که میتونه خوب باشه، اینوری باشه اونوری باشه، بالا بکنه جهان و پایین بکنه، بعد منتظره که ببینه ما چی کار میکنیم، بعد میاره رسیدگی میکنه و غیر و ذالک. حالا یه عده‌ای هستن که همین یه تیکه اولشو فقط قبول دارن، میگن نه بابا اصلا بهشت و جهنم و اینا رو ولش کن، ما هم قبول نداریم، ولی نه یه عقل هوشمندی اینا رو باید به وجود آورده باشه، نمیتونه زایده تصادف باشه. و زمانی که من اینجا بحث رو سعی میکنم باز بکنم در مورد تصادف، میبینم که متاسفانه برخی از هموطنانمون به صرف کلمه قضاوت میکنن در مورد، به استدلال من توجه نمیکنن، به استدلالی که کسانی که باور دارن جهان بر اساس تصادف میتونه به وجود اومده باشه خیلی نمیپردازن به این واژه. یعنی خودشون کلی استدلال ارائه میدن، بعد اینو میارن میگن پس نمیتواند تصادف باشد. یعنی تصادفی که شما میگید همینجوری نه نمیتونه باشه. دلیلش هم اینه که کلمه تصادف یا مفهوم تصادف رو به معنی بی حساب و کتابی در نظر میگیرن، به معنی اینکه قرقاتی یه جوری همینجوری به هم دیگه وصل شد، در حالی که این نیست. اصلا در واژه تصادف ما چنین چیزی نداریم. ببینید من یه صحنه‌ای رو انتخاب کردم از اتفاقا یک تصادف به معنی خاص کلمه و یه مقداری شاید به اصطلاح در ظاهر دلخراش و اینا جلوه بکنه، ولی نگران نباشید، این یک صحنه سازیه. در واقع میخوان 2 تا ماشین رو با هم دیگه آزمایش بکنن، ولی من و شما میدونیم که هر روز، هر ساعت و چه بسا هر دقیقه در یکی از خیابان‌های یکی از شهرهای بزرگ جهان یه تصادفی شبیه به این چیزی که من میخوام خدمتتون نشون بدم داره به وجود میادش. این صحنه تصادف، 2 تا ماشین میان سر یه چهارراهی به هم میخورن، به این میگن تصادف. خب این واژه بیانگر وجود یک تصادف هستش، ولی هموطنانمون اینطور تصور میکنن که چون میگن تصادف پس هیچ حساب و کتابی در کار نیستش، در حالی که شما میدونید وقتی که افسر راهنمایی، افسر کارشناس اداره راهنمایی بلند میشه میادش سراغ صحنه تصادف، قشنگ برای شما کروکی میکشه، ارزیابی میکنه، چند تا سوال از شما میکنه و سناریویی رو که منجر به تصادف شده بیرون میکشه.
و این سناریو رو ضبطش میکنه میفرسته برای مثلا اداره راهنمایی رانندگی یا دادگاه و دادگاه بر مبنای اون قضاوت میکنه. شرکت بیمه و نمیدونم خسارت و تلفات و همه اینا بر اساس این گزارش افسر راهنمایی تعیین تکلیف میشه. خب افسر راهنمایی اگر هیچ حسابی و کتابی نباشه پس میومد مینوشت اینجا تصادف شده است، 2 نفر زخمی شدن و میرفت و پیکارش. ولی اینجوری نیست، میاد کروکی میکشه، میگه این از اینجا داشته میومده، اون با این سرعت داشته از اینجا میومده. این به طور مثلا در نظر بگیرید یه تصادفی مثل این چیزی که دارید میبینید، این چرا به وجود میاد؟ ماشینی که داره از روبرو میاد خب در خیابون اصلی داره حرکت میکنه. این ماشینی که در خیابون فرعی میاد، از خیابون فرعی میاد، معمولا استاپ ساین داره، علامت ایست داره، باید متوقف بشه ببینه چپ و راست آیا ماشینی داره میاد، بعد به راه خودش ادامه بده. یا چراغ داره یا استاپ ساین داره در تمام کشور. خب ببینید شما وقتی این ماشین سفید رو میبینید که همینجوری بدون اینکه بیسته وارد این خیابون داره میشه، خب مطمئنا میزنه و تصادف میکنه. افسر راهنمایی که میاد کاری که میکنه اینه که در گزارش خودش مینویسه به علت اینکه ماشین سفید این علامت توقف رو رعایت نکرده، ایست کامل نکرده و به راه خودش ادامه داده، در نتیجه با ماشین سبز که از خیابان اصلی بدون ایست داشته حرکت میکرده تصادف کرده. خب ببینید اسمش تصادفه ولی کل قانونمندی توش هستش. میتونه به خاطر عدم رعایت چراغ باشه، عدم رعایت علامت ایست باشه، میتونه سرعت زیاد باشه، میتونه بی‌دقتی باشه، میتونه تاریکی باشه و. پس تصادف قانونمندی های خودش رو داره. بر امر تصادف کل قانونمندی حاکمه که این دوستانی که صحبت من در مورد تصادف رو، نقش تصادف در پیدایش زندگی و غیر و ذالک رو میشنون، اینو نادیده میگیرن، این وجود قانونمندی ها رو نادیده میگیرن. عرض کردم که ما واژه تصادف رو صرفا به این معنا به کار میبریم که به معنی اینه که آنگونه که به قول معروف خالق باوران، کسانی که باور دارن به وجود یک خالق، معتقدن که یه موجود متفکر اراده‌مند عقلگرایی دارای اندیشه و عقل و همه چیز نشسته، تصمیم گرفته و بر مبنای تصمیم خودش جهان رو به وجود آورده، این صحت نداره. خب پس چی صحت داره در مقابل این؟ اگر یه موجود هوشمند به وجود نیاورده ما میگیم تصادف. خب حالا بس میشه که منظور شما از تصادف چیه؟ از اونجایی که الان این نمونه رو نشون دادیم و گفتیم که تصادف قانونمندی های خودش رو داره، میشه که این قانونمندی ها در درون پدیده های مختلف میان با همدیگه برخورد میکنن، میان با همدیگه تعامل میکنن. از دل این تعامل پدیده های جدید، واقعیت های جدید، چیزهای تازه، چیزهای بی سابقه، ناموجود به وجود میادش. پس ببینید وقتی از واژه تصادف استفاده میکنیم به معنی هر دنبیلی و همینجوری و بی حسابی و بی کتابی ابدا نیست. همونجوری که این تصادف ماشینا بی حساب و کتاب نیستش، همونجوری که حادثه چرنوبیل، تصادف چرنوبیل تصادف نیست به معنی هر دنبیلی و بی حساب و کتابی و همینجوری کلمه. به معنی اینه که کسی نشسته به اصطلاح نیروگاه چرنوبیل رو منفجر بکنه، یه موجود متفکری پشت این پدیده نیستش. زمانی که ما تصادف این ماشینا رو میبینیم به معنی نیست، وقتی میگیم تصادف دقت بکنید، به معنی این نیستش که داریم میگیم این دوتا ماشین بدون هیچ گونه حساب و بدون هیچ گونه کتابی همینجوری، اصطلاح علمیش میشه هر دنبیلی، اومدن خوردن به هم. کی همچین چیزی رو باور داره؟ این به معنی اینه که این دو نفر، دوتا راننده از قبل تعیین نکردن که من الان برم سر این چهار راه بکوبم به هم دیگه، بزنیم هم دیگه رو داغون بکنیم، چون در اون صورت دیگه بهش نمیگن تصادف.
عمد محسوب میشه. یا اینکه یه نفری نشسته بگه آها من الان این دوتا ماشین رو میارم اینجا میکوبم به هم دیگه. اینه تصادف. به معنی نبود قانونمندی، نبود حساب کتاب در درون پدیده های هستی نیست. خب شما وقتی نگاه میکنید میبینید که اگر بتونید این مفهوم تصادف رو که عبارت است از برخورد پدیده های دارای قانونمندی با هم دیگه، این رو بتونید در نظر بگیرید، خیلی راحت میتونید اینطور فرض بکنید که پس یه سری پدیده ها در یه موقعیت خاص میتونن در کنار هم قرار بگیرن و تولد ببخشن به یک پدیده دیگری که موجود نبوده و بسیار بسیار پیچیده تر از پدیده هایی بوده که اون رو به وجود آوردن. نمونش انسان، نمونش حیوانات، نمونش گیاهان، نمونش کره زمین، نمونش اکوسیستم، نمونش کهکشان ها و غیره. اینا همه پدیده های بسیار بسیار پیچیدن و این پیچیدگی یا من و شما میبایستی بریم به سمت ذهنی پردازی و رویا پردازی و افسانه پردازی، بگیم نه یه نفری نشسته اینا رو دقیق محاسبه کرده که اینجا این رگ باید به این وصل بشه، این عصب باید به این وصل بشه، آروم آروم با حوصله و اینجوری کم کم بعد بشه مثلا انسان. پس نمیتونه بدونه، یا اینو باید باور داشته باشیم، یعنی ذهنی پردازی، رویا پردازی دیگه، خیال پردازی در واقع. یا اینکه بگیم نه این انقدر وقت داشته و فرصت داشته که یه بار و دو بار و 100,000 بار و 100 میلیون بار و 100 میلیارد بار با هم دیگه انقدر برن بالا برن پایین، اینجوری بشه اونجوری بشه، تا در نهایت بتونن فرم مناسب برای ادامه دادن، تداوم بخشیدن به یه چیزی رو به وجود بیارن. ما داریم در مورد یه بازه زمانی 3.5 میلیارد ساله صحبت میکنیم، اونجوری که صحبت از پیدایش این چیزی که منجر به پیدایش کره زمین شد 13.5 میلیارد از زمانی که به عنوان بیگ بنگ محاسبه کردن رو در نظر بگیرید. حالا اینا اعدادیه که به قول این هموطنمون که ایمیل فرستادن شاید جای بحث و صحبت داشته باشه، ولی علم دائم دنبال اینه که بتونه دقیق تر بکنه، این رو پیدا بکنه، رقم دقیق رو محاسبه بکنه، برای این شاخص پیدا بکنه و و و و ولی بر مبنای اون چیزی که اومدن محاسبه کردن 13.5 میلیارد سال عمر تصور کردن. برای منظور سال نوری داریم صحبت میکنیم. حالا شما بیایید اینجوری تصور بکنید که این رو ببرید تو بازه زمانی انسانی، اصلا غیر قابل فهم میشه، غیر قابل درک میشه، انقدر زیاده. و بعد من و شما این احتمال رو ندیم، دقت بکنید، این احتمال رو ندیم که یه سری از پدیده ها فرصت این رو داشته باشن که انقدر شانسشون رو امتحان بکنن، با همدیگه برخورد بکنن، با همدیگه تعامل بکنن، تا در نهایت در یک جایی تولد ببخشن به یه چیز جدیدی، به ماده تولد ببخشن، به ضد ماده تولد ببخشن، بعد انواع و اقسام ماده به وجود بیاد، بعد این انواع و اقسام با همدیگه شروع بکنن به تعامل داشتن، به برخورد داشتن، به ترکیب شدن، بالا پایین شدن، بعد از دل اونها ترکیب‌های جدید به وجود بیاد، بعد برخی از این ترکیب‌ها پدیده‌های تازه‌ای رو به وجود بیاره، بعد این پدیده‌های تازه با اون پدیده‌های قبلی دوباره تعامل پیدا بکنن. خب من یادتون باشه در بحث‌های مفصلی که در این مورد قبلا داشتیم گفتم شما برای درک پیدایش و تحول جهان بر اساس این فرضیه تصادفی بودن میبایستی عنصر زمان رو با ذهنیت محدود حدگرای چارچوب داره ذهن انسانی نبینید. برای که اونو میگید این همه زمان لازم، هستی که زمان نداره. اصلا زمان اختراع من و شما هستش، زمان اختراع انسانه،
من و شما اومدیم برای این تغییر تحولاتی که توی طبیعت اتفاق میفته، خورشید در میاد و میره و اینا، یه شاخصی واسه خودمون درست کردیم، بعد اونو تیکه تیکه کردیم، تقسیم کردیم، بعد کارامونو بر اساس اون تنظیم کردیم، بعد برای اون یه سری عدد و رقم و شاخصهای مقیاسی و اندازه‌گیری درست کردیم، بهش گفتیم ساعت، دقیقه، ثانیه، روز، هفته، ماه، سال، خودمون درست کردیم. هستی که چیزی به اسم زمان نداره. شما برید بحث‌های مفصلی که درباره جوهره زمان هست رو در نظر بگیرید، می‌بینید اصلا چنین چیزی ما نداریم که. و لذا شما باید در نظر بگیرید، من بارها در همون موقع که این بحث رو ارائه میدادم خدمتتون عرض کردم، گفتم تا موقعی که ذهن من و شما از این خلاقیت برخوردار نباشه که پدیده‌ای به اسم نازمانمندی رو، تایملسنس به قول فرنگی ها، این تایملسنس رو، نازمانمندی رو نتونیم در نظر داشته باشیم، چه اتفاقی میفته؟ من خدمتتون عرض میکنم این بحث رو نمیتونیم بگیریم. یعنی همیشه ذهنمون میره دنبال این که نه خب این باید بالاخره یه زمانی یکی باید بشینه اینو چیز بکنه. چون دیدید وقتی که صحبت میشه، همین هموطنمون هم اشاره میکنه در ایمیلشون، دائم به دنبال این که پس باید یه نقطه شروع داشته باشه. آخه از کجا شروع شده؟ از کجا معلوم که از بیگ بنگ شروع شده باشه؟ تئوری بیگ بنگ هم دقت داشته باشید، تئوری شروع هستی نیستش، تئوری تحول هستیه. یه مرحله از تحول هستیه، قبل داره بعد داره. این تصور که من و شما فکر کنیم یه چیزی به اسم بیگ بنگ از هیچ همینجوری یه روزی یه بیگ بنگ شده، این تصور غلطیه. و از اونجایی ناشی میشه که من و شما دوست داریم حتما یه شروع پیدا بکنیم براش، و این گرایش به سمت داشتن شروع، یافتن شروع، به خاطر اینی که ذهنمون ذهن زمانمنده. ذهن زمانمند میگه بابا همه چیز شروع داره دیگه، آقا برنامه شما این ساعت شروع میشه، این ساعت تموم میشه. زندگی ما از تولد شروع میشه تا مرگ تموم میشه. همش دوست داریم یه شروع و انتها داشته باشیم، در حالی که وقتی من میگم نازمانمندی به معنی اینه که شما نمیتونید نه به سمت گذشته حرکت بکنید نه به سمت آینده، هیچ نقطه‌ای رو نمیتونید پیدا بکنید. و به همین دلیل هم هستش که این فرضیه‌ای که من دارم عنوان میکنم بر روی مفهوم پایه‌ای بی‌نهایت گرایی استوار هسته. پس من جمع‌بندی میکنم. اگر شما بتونید که ببینید خود این یه دستگاه تئوریک، دستگاه نظریه دیالکتیکی هستش، یعنی رابطه متقابله. از یه طرف نمیتونید بچینید بیاید به بالا بگید آها این اینجوریه اینجوری اینجوریه، از این طرف هم میتونید حرکت بکنید. این خصوصیت ذاتی بحث نامحدود گرایی هستش که چرخش داره، گردش داره، پیچش داره و نمیتونید خطی برخورد بکنید. نگاه خطیه که گیر میندازه ما رو، همون نگاه زمانمند، شروع انتها، در حالی که خط نیست. ولی برای اینکه یه ایده کلی داده باشم خدمتتون اینه که شما زمانی که مفهومی به اسم بی‌نهایت رو تونستید در ذهنتون جا بندازید، در میابید که پدیده ها برای وجود داشتن احتیاجی به چیزی به اسم زمان ندارن. نبود زمان که پیوند داره با عنصر ذاتی بی‌نهایت به شما اجازه میده که بتونید وقت کافی رو تصور بکنید، فرصت کافی رو تصور بکنید برای به وجود اومدن هر چیزی در این هستی ناکرانمند، هستی بیکران، هستی بی‌نهایت. تمام درد ما در اینه، دردی که باعث شده بریم دنبال جامعه، بریم دنبال مذهب، بریم دنبال خدا، بریم دنبال طبقه، جامعه طبقاتی، این کثافت نابرابری و ظلم و ستم و آدمکشی که در جهان هست، فقط به خاطر اینی که مسائل محدود میبینیم. فکر میکنیم همه چیز محدوده، همه چیز کمه، همه چیز نایابه، همه چیز کمیابه، در حالی که این نگاه بی‌نهایت گرا ما رو از تمام این محدودیت ها آزاد میکنه.